دو جوان طول 6 سال با همدیگر عاشقی کردند. باور میکنی روز می شود که دنیا برایم زندان می گردد. شکر که تو در برم هستی. با تو غم را حس نمی کنم. بله، خوشبختی من، حیات من تو هستی. اگر روز تو را نبینم آن روز برایم ماتم است. عشق پاک است. اگر پاکش نگاه داری بهر قصه بکنم. بله البته. روز حضرت سلیمان علیه السلام و نزد یک کوه گذر میکند. نگاه میکند که یک مورچه خاکهای آن کوه را به آب آبکی کرده ایستاده است. نزد آن مورچه میآید و او میگوید. حضرت سلیمان تمام لفظ حیوانات و حشرات را میدانست. نزد مورچه آمده میگوید تو چیکار کرده ایستاده ای؟ مورچه در جواب میگوید میخواهم که این کوه را از بین ببرم. حضرت سلیمان حیران میشود و مورچه میگوید تو این کار را کرده نمیتوانی. اگر همه یک جا شوین این کوه را از بین برده نمیتوانی. انسان اون کوه را از بین برده نمیتواند. حضرت سلیمان باز از مورچه میپرسد چرا این کار را میکنی؟ مورچه در جواب میگوید یک دختری را دوست میدارم و اسقالی رفتم پدرش به من نداد. گفت اگر این کوه را از بین ببری دخترم را به تو میدهم. پدری او میدونست که این کوه را از بین برده نمیتواند. نمیخواست که دخترش را به همین مورچه دهد. مورچه از همین سبب بخواست که همون کوه را از بین ببرد. وقتی این سخن حضرت سلیمان که میشنود گریان میشود. وقت ده و پریا که در اختیار حضرت سلیمان که بودند حضرت سلیمان فرمان داد که این کوه را از بین ببرید. در چند ثانیه این کوه را از بین بردند و مورچه دید این حالت را گریان شد. گفت خدایا برای از همه کوچکترین مخلوقت یعنی که مورچه پیغمبری را روان کردی برای بندگانت چه کارهایی نکنی؟ قصه در دولت بهانه میکند برای عشق ببین چه کارهایی کرد. من هم تو را دوست میدارم و هرچی از دستم آید برایت میکنم. هر باری که با تو وا میخورم چنین سخنهای زیبایی میگویی. خیز اکنون میروی. من در کجایم؟ ای جوان بشنو رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه فرموده است. شخص هر کی را یا هر چی را به خاطر الله ترک می کند الله از آن بهترش را نصیب می گرداند. استغفر الله. من چیکار کردم؟
الو. الو. سلام. و علیکم سلام. شما خوب هستید؟ خوب هستیم. میتونم تو رو تعجیلی دیدن؟ بخیر است. خیلی مهم است. خوب شده است، من میآیم. خب در جای هر وقت تو رو انتظار هستم. مایلش. خب مایلش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عشقم. و علیکم السلام. تو خوب هستی؟ بله من خوب هستم. به چشمات چی شد؟ نه چیزی نیست. میدونی هم 6 سال با هم بودیم و باری هم جنجال نکرده بودیم. بله ما خوشبخت هستیم. انشاءالله تا آخر عمر همینطور میمانیم و از همدیگر هرگز جدا نمیشویم. چرا غمگین هستی؟ و تو یک سوال دارم. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب ببینی و به تو بگوید شخصی رو این که چیزی رو دوست بداری به خاطر الله ترکش کن، چی کار میکنی؟ اگر من پیغمبر خدا را در خواب ببینم هرچی گوید اجرا میکنم. قول میدهی؟ بله قول میدهم. میخواهم از تو جدا شوم. چی شوخی داری؟ نه در حقیقت میخواهم از تو جدا شوم. شوخی ندارم. چرا این خیل شد؟ چی مگر خیانتم را دیدی؟ یا کسی به تو چیزی گفت؟ نه کسی به من چیزی نگفت. من تنها به خاطر الله میخواهم جدا شوم. الحال تو قول دادی که من گفتم اگر پیامبر خدا بگوید. بله این سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که هر کی را و هر چی را به خاطر الله ترک کرده خدا از آن بهترش را برایت نصیب میگرداند. من تو را خیلی دوست میدارم و نمیخواهم که هرگز از من جدا شوی. تنها به خاطر خدا این کار ما و تو هم گناه است و باوری دارم که انشاءالله خدا از من بهترش را برایت نصیب میگرداند. جدا میشویم تنها به خاطر الله، به خاطر الله، به خاطر الله. من نمیتوانم. قولت را فراموش مکن. اکنون بیرم. من چی گناه کردم خدایا؟ مرا از عشقم جدا کردی. خدایا ترکش کردم تنها به خاطر تو، به خاطر تو. بعد از جدا شوی جوان همه چی را ترک کرده به تحصیل علم رفت. پس از رفتن پسر دختر خیلی عذاب کشید. زمان الغريب قليل السكن والليل الوحيد كثير الشجن بی تو خسته بی تو دل بشکسته ای عشق جاویدان بی تو من سرگردان هر کجا هستی من هستم تنها به تو دل بستم.
my best times when I felt close to you. Everything fell apart the moment I strayed from you. In each smile, in every single soul. یک سخنت میگویم هرگز فراموش مکن. شخصی که خود را میکشد یا شخصی را به قتل میرساند از دنیا به ایمان میگذرد و الله او را نخواهد بخشید. مرا ببخش خدایا، میخواستم خود را به قتل رسانم. میدانم این جدایی به حکمت نیست. خدایا چه حکمتی باشد برایم نشان ده. آمین. دختر از شهر برآمد و رفت. از همدیگر خط و خبری هم نداشتند. بهشتی جاودان خواهی بیا قرآن تلاوت کن. بهشتی جاودان خواهی بیا قرآن تلاوت کن. حضوری لا مکان خواهی بیا قرآن تلاوت کن. حضوری لا مکان خواهی بیا قرآن تلاوت کن. ز گلهای گلستانش معطر کن دماغی دل. ز گلهای گلستانش معطر کن دماغی دل. صفای جسم و جان خواهی بیا قرآن تلاوت کن. صفای جسم و جان خواهی بیا قرآن تلاوت کن.
لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي روم تقصيري. لجودك منتهى به خواست خداوند مدت نگذشته پسر ثروتمند شد. لبای مادر جان، در راه هستم، کمی کار دارم، بگه انشاءالله میام. خب میلش، خب خدا نگهبان. مادر جان، من آمدم. سلام بچه جا آمدی؟ علیکم سلام مادر جان. بله آمدم. مرحمت شدید. پسر جان مانده نشدید؟ نه مادر جان، عادت کردم. السلام علیکم. علیکم سلام. شنید خواهر جان؟ خوب مادر جان، گپی داشتیم به من. بله پسرم، ما با خواهرت مصلحت کردیم که تو را آیله دار کنیم. اکنون وقتی خانه دار شوی تو شده است، ما میخواهیم که تو را خانه دار کنیم، صاحب نبیره باشیم. بله اکا جان، من یک دکانه دارم و با سطر است، با تربیه است، مثل خودتان. ما میخواهیم که آن را خواستگاری کنیم. چه خیلی که شما خواهید مادر جان، به شما پسند باشد، به من هم پسند است. خوب پسر جان، ما خودی فردا به خواستگاری میرویم. میلش مادر جان، با اجازت شما من میروم. خوب میلش پسر جان. میلش با اجازت شما. راستیش ما را نشناختم. ما با یک نیت خیر به خانه شما آمدیم. خواستیم که خیشتباری را نزدیک کنیم، یعنی به خواستگاری دخترتان. خیر، این تقدیر نصیب است. همدیگرشون را ببینند، اگر پسند آیند آنها که راضی باشند ما هم راضی. اگر اجازت باشد پسرتان را دعوت میکردید، همدیگرشون را میدیدند، خیلی خوب میشد. میلش حاضر، من به پسرم زنگ میزنم میبیاید. آلا بای مادر جان. پسر جان شما کجا دارین؟ در جای کارم هستم. با فکرم خوش خبری دارید. بله خبری خوش. مادر عروس میخواهد شما همدیگر رو از نزدیک ببینید. خب میلش حاضر میبیام. میل پسر جان، ما انتظاریم. خب مادر جان، میلش.
با فکرم کسی آمد. ممکن این پسر من باشد. سلام علیکم مادر جان. علیکم السلام. بید بچه جون. خب مرحمت گذاشته همدیگرتون رو ببینیم. خوب مادر جان. خیلی سرجان شما یکدیگر رو ببینید، ما خونه دیگر در مصلحت میکنیم. السلام علیکم. شما رو دیدن ممکن؟ من هم تو را دوست می‌دارم. جدا می‌شوی و باوری دارم که انشاءالله خدا از من در بهترش را برایت نصیب می‌گرداند. هر کی را به خاطر الله ترک کردی، الله از آن در بهترش را نصیبت می‌گرداند. ببینید، از همدیگر جدا شدند و خداوند اینها را باز به همدیگر رساند. السلام علیکم به کل تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. فکر میکنم که فیلم به همگی شما پسند آمد. 24 دقیقه بود اما معناش از 2 ساعت هم زیاد است. این فیلمی که شما تماشا کردین این قصه واقع در حیات رخ دادگی است. ما همه روی نوار آوردیم تا اینکه ذره هم که باشد فایدهش به ما و شما برسد. ما در بین همین فیلم یک سخن کردگی هستیم. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب ببینی و به تو بگوید شخصی را این که چیزی را دوست بداری به خاطر الله ترکش کن، چی کار میکنی؟ خودی ندیدید؟ شاید که بسیاری فکر کنن که اگه تو کی میگیری یا گویا که تو در خواب رسول خدا را دیدی. نه برادران، در خواب من دیگر شخصیت در اومدگی هست. اگر اهمیت دادگی باشین در همونجا گفتگی هستن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید گفتگی هست. در اینجا ما باید اپس سوال کردگی هستم. شاید بسیاری همینجا خطا بفهمن. نه برعکس، در خواب ما یک شخصیت همین که در اومدگی مرا همین گفتگی است. همین رو خیلی که در همون قصه آمدگی است. ما همون قصه را برای شما همین خیلی فیلم گرفتگی هستیم. بسیاری میگن که تخت قاری میگیری، مولا میگیری، چگونه قطعی زنهای نامحرم فیلم بازی میکنی و مثال عاشقی میکنی. همین انسان‌هایی که همین گپ میگن، من باوری دارم که فیلم حضرت یوسف همگیتون تماشا کردگی هستین. 100% همگیتون فیلم حضرت یوسف تماشا کردگی هستین که در اون فیلم چقدر زنها اشتراک کردگی هستن. جایی هست که زنهایی که پای سرلیچن، مثلا موی سرشون همش میتابن. چگونه که در زمان حضرت یوسف گذشتگان در فیلم همه خیلی برآوردگی هستن. ما هم چگونه که همین قصه بود همین روی نوار آوردیم و عذر زیاد که در چند جای فیلم شاید که موی سری اپا تافته باشد، چند جاش خیره کردگی هستیم از سببی که شمال بود. همین خیلی شد خداوند ما رو ببخشد و شما هم نیز ما رو ببخشید. برایش از همتون بخشش میطلبیم. اپا اگه سخن داشته باشی مرحمت. السلام علیکم به کل تماشابینان شبکه صدای امید. از همتان عذر میخواهم اگر در یگان جای فیلم خطاگی کرده باشیم. ما باری اول است که در فیلم اشتراک کرده هستیم. انشاءالله که در فیلم های آینده با بهتر و خوبتر می شود. الحال من یک چند کادر طرزی با نوارگیری انا همین فیلم رو میگذارم، میتونین تماشا کنین. طرز با نوارگیری پوره انا همین فیلم در شبکه بهرام گروپ سلیکر ما در زیر ویدیو میمونم. روزهای نزدیک در انا همون شبکه میشه. شما میتونین همینجا تماشا بکنید که چی واقعیایی در همین فیلم ما گذشتگی است که جوش برای ما قین بود که جوش قین نبود. همگی در شبکه بهرام گروپ دورین ابونه شوین. روزهای نزدیک ان شاء الله که میشه و تا روزا باز چندین فیلم ها از در شبکهش با روزهای نزدیک ان شاء الله فیلم های تربیوی گرفتیم در شبکه انا همین بهرام گروپ. ان شاء الله که روزهای نزدیک با از این در بهتر فیلم ها میشود. شما دستگیری کنین ما رو. اگر فیلمی ما برای شما پسند اومده باشه حتما در ادنکل لسنگی ایمو واتساپ همه سایت ها پنگ کنین، هم ثواب میگیرین. ان شاء الله یک مردم هم یک چی تربیت میگیرد و روزهای نزدیک با از این در بهترش برای شما تقدیم کرده میشود. خداوند نگهبانتون باشه. در حق من با دعا باشین.